با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان گرامی ارجمند. امیدوارم که حالتون خوب باشه و لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. با جلسه چهارم فصل 3 مکانیک سیالات 1 در خدمتتون هستم با دریافت مفهوم فیزیکی از معادلات برنولی. با من تا آخر این ویدیو همراه باشید. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم عنوان این جلسه دریافت مفاهیم فیزیکی از معادلات برنولی هست که از بخش 3-4 بخش فصل 3 مکانیک سیالات 1 هست. قبل از اینکه درس رو شروع کنیم من خودم رو معرفی میکنم. امیررضا طلاقت هستم و به آدرس ایمیل amirrezatalaqat@gmail.com میتونید به من ایمیل بزنید و سوالاتتون رو بپرسید. هرچند میتونید در کامنت های این ویدیو هم سوالاتتون رو بپرسید. من سعی میکنم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهتون پاسخگو باشم. خب بچه‌ها، بر اساس دو جلسه قبلی که ما اومدیم معادلات حاکم بر خطوط جریان و عمود بر خطوط جریان رو بررسی کردیم و به معادلات برنولی رسیدیم. در معادله 3.13 و 3.14 برای راستای خطوط شدت جریان و عمود بر خطوط شدت جریان بررسی شده. بیس کار این جلسه اینه که میخوام در مورد یک موضوعی باهاتون صحبت بکنم و بهتون توضیح بدم. ببینید، ما معادلات برنولی که تا الان به دست آوردیم و چه حالا در راستای خط جریان و چه در راستای عمودی نوشتیم، بر اساس فرضیاتی بوده که ما لزجت رو در نظر نگرفتیم، کشش سطحی رو در نظر نگرفتیم، سیال رو تراکم ناپذیر در نظر گرفتیم و شدت جریان رو در راستای یک خط صاف در نظر گرفتیم. در عالم واقعیت همچین چیزی همونطور که گفتم خیلی اتفاق نمیفته. ما بیشتر نیروهایی که اینجا در مورد صحبت کردیم، یکی نیروی وزن بوده، یکی نیروی فشار بوده که با تغییرات فشار باعث شده که یک شتابی به وجود بیاد و سیال حرکت بکنه. حالا ما میتونیم معادله برنولی رو بر اساس مفهوم نیروی کار به دست بیاریم. خب حالا این که بیشتر در حالتهای دینامیکی این مسئله بررسی میشه، مثل همون حالتی که در بخش 3.2 دیدیم. در راستای خط جریان اومدیم نیروهای دینامیکی رو بررسی کردیم و فری بادی دیاگرام کشیدیم و مسائل رو حل کردیم. حالا بحث کار و انرژی اینجا بیشتر در مباحث درسی ترمودینامیک بررسی میشه که حالا من فعلا اینجا یه سری توضیحات خدمتتون میدم. در درس ترمودینامیک به مفصل در موردش صحبت میکنیم. همونطور که گفتم ما اینجا بیشتر نیروی وزن رو در نظر گرفتیم و نیروی فشاری. این دوتا خودشون به سهم خودشون چون نیرو هستن و اگر در یک فاصله خاصی انجام بگیرن خب کار انجام میدن. درسته؟ خب ترم سوم معادله برنولی که 1/2 رو وی به توان 2 بود، این مفهوم انرژی پتانسیل رو داره، پتانسیل جنبشی رو داره که خب ما میتونیم بر اساس قوانین اول و دوم ترمودینامیک که در ترم‌های انرژی و آنتروپی هستن، با توجه به حالا فرضیاتی که میتونیم براشون به کار ببریم، معادله کل انرژی رو میتونیم به معادله برنولی کاهش بدیم که بشه به این شکل: پی تقسیم بر گاما به اضافه وی به توان 2 تقسیم بر 2 جی به اضافه زی که در راستای خط جریان این ثابت هست. یعنی ما اومدیم معادله 3.13 رو تقسیم بر 1 گاما کردیم و به این حالت در اومده. میگم اینم باز بر اساس فرضیاتی است که ما برای کل معادله انرژی حاصل از قوانین اول و دوم ترمودینامیک به کار میبریم. ما با 3 تا مفهوم اینجا سر کار داریم. یکی هد ارتفاع، یکی هد ارتفاعی، هد سرعت و هد فشار. هد ارتفاعی که مفهومش مشخصه، تا یک ارتفاع مشخصی. هد فشاری مفهومش اون ارتفاعی هست که فشار P در اونجا تشکیل میشه. مفهومش اینه: height of column of the fluid that is needed to produce the pressure. یعنی ارتفاعی که در اون فشار P وجود داره. مفهوم هد سرعت خیلی جالبه. میزان ارتفاع عمودی هست که ذره باید سقوط بکنه تا به سرعت v برسه.
بازم میگم ارتفاع عمودی که ذره باید سقوط بکنه تا به سرعت v برسه. The vertical distance needed for the fluid to fall freely, neglecting the friction. خب پس اینجا بازم نتیجه این میگیریم که مجموع هد فشاری، هد سرعت و هد ارتفاع در راستای خط جریان ثابت هست. ما اینجا دو مثال داریم. مثال 3-4 که در مورد انرژی پتانسیل جنبشی و فشار هست و مثال 3-5 که در مورد تغییرات فشار در یک شدت جریان پایا هست. من این دوتا رو در حالت نوشتاری براتون حل میکنم. با من در حالت نوشتاری همراه باشید. خب بچه‌ها خوش اومدین به این بخش با حل مثال 3-4 به عنوان انرژی جنبشی، پتانسیل و انرژی فشاری از بخش 3-4 فصل 3 در خدمتتون هستم. سوال از ما خواسته که بین 3 نقطه در مورد تغییرات انرژی سیال بر اساس معادله برنولی صحبت بکنیم. سوال به این صورت هست که یک سرنگ وجود داره که وقتی که سیال رو از داخل اون به بیرون فشار میدیم، سیال به شدت بالا میره و تا یک جایی پیش میره و یه نیرویی رو هم وارد میکنه و بر اساس یک جدول از ما خواسته که بر اساس یک جدول و معادله برنولی از ما خواسته شده که تغییرات بین 3 نقطه 1 تا 3 رو در نظر بگیریم. بچه‌ها ما باید اینجا یک سری فرضیات انجام بدیم بر اساس معادله 3-13. فرضیاتی که داریم اینا هست. من یکم بد خطم. خب ببینید ما داریم یک جریان پایا غیر لزج تراکم ناپذیر و در راستای خط جریان رو بررسی میکنیم. درست؟ این به این مفهوم هست که ما میتونیم از معادله 3-13 که استفاده داریم میکنیم درستی داریم استفاده میکنیم. معادله 3-13 هست P1 به علاوه 1 دوم رو V به توان 2 به اضافه گاما Z که در راستای خط جریان ثابت است. درست؟ بین نقطه 1 تا 2 همونجور که در شکل هم میبینید فشاری که داره خارج میشه به شدت زیاده. این اختلاف فشار باعث میشه که شتاب به وجود بیاد، افزایش شتاب. بین دو نقطه 2 و 3 چون به بالاترین حد خودش میرسه سیال، اختلاف انرژی پتانسیل گرانشی گاما زد باعث میشه که شتاب کاهش پیدا بکنه. درست؟ تعریفی که ما از معادله 3-13 داریم میتونه هد فشاری، هد تغییرات ارتفاع و انرژی جنبشی باشه که حالا مجموع اینا همونجور که گفتم در راستای خط جریان ثابت هست. این اختلاف انرژی که اینجا وجود داره در داخل انرژی پتانسیل جنبشی نهفته است در اینجا.
خب بچه‌ها به پایان این جلسه رسیدیم. امیدوارم که از مطالب این جلسه هم لذت کامل رو برده باشید. میدونم خیلی کوتاه بود. حالا اگر بازم سوالی داشتید بازم میگم میتونید در ایمیل از من بپرسید یا در کامنت های این ویدیو برای من سوالاتتون رو بنویسید. من سعی میکنم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهتون پاسخ بدم. از همه مهمتر سابسکرایب کنید چنل رو که نوتیفیکیشن ویدیوهای تدریسی بعدی هم که اومد سریعا بتونید ویدیوها رو دنبال بکنید و درس‌ها رو یاد بگیرید. شاد و سلامت باشید تا درود دیگر. بدرود.